روزتون بخیر باشد. پخش اطلاعاتی هفته است با مهمترین تفصیل خبرهای هفته روان. خبرها را از آخر هفته شروع میکنیم. روز پنجشنبه 17 دکبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه فرمانی را امضا کرد که طبق آن مهلت بدوباش ساده کرده شده مهاجران مهنتی، شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی تا 15 ایون سال 2021 دراز کرده شد. طبق این سند آن شهروندان خارجی که روسیه تاکنون پروازهای مستقیم را با کشورهای آنها برقرار نکرده است میتوانند به قید رسمی اقامت و دیگر حجتهای تنظیم کننده مقام مهاجر در روسیه اقامت کنند. اما مهاجرانی که فعالیت کاری می نمایند باید خود را رسما به قید گیرند، پتنت به دست آورند و بعدا در روسیه فعالیت نمایند. غیر از آن فرمان مذکور پیش بینی میکند آن خارجیانی که اگر مهلت اجازتنامه بدوباش و دیگر حجتهایشان تا 14 مارت سال 2020 به اتمام رسیده باشد روسیه را آزادانه ترک کنند. یادداشت می‌شویم که فرمان مذکور بار سوم است که از جانب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تمدید کرده می‌شود. فرمان درباره تنظیم وضع حقوقی مهاجران بار اول در بهار سال 2020 در رابطه با بسته شدن مرزها بنابر پنجشنبه سرایت کرونا ویروس نوع کووید 19 به امضا رسیده بود. این سند به صدها مهاجر که در روسیه قرار داشتند امکان فراهم آورد که مقام حقوقی خود را گم نکنند. پس از به اتمام رسیدن مهلت عمل فرمان مذکور دو مرتبه دیگر اول تا 15 سپتامبر و بار دوم تا 15 دکبر سال 2020 آن دراز کرده شده بود و این دفعه سوم است که فرمان مذکور برای بدوباش ساده کرده مهاجران تمدید می‌گردد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع می‌دهد که از اول سال 2020 تا کنون شماره مهاجران در حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه قرار داشته 2 برابر کمتر نسبت به همین دوره سال 2019 میباشد. هر سال با نزدیک شدن سال نو نرخ پرداخت مونوپولی پتنت مهاجران مهنتی در منطقه های روسیه تغییر می‌یابد. امسال نیز با وجود پاندمی کرونا ویروس تاثیر منفی آن به اقتصادیات و کم بودن مهاجران در روسیه، مقامات اکثر ولایات منطقه های این کشور ارزش پرداخت پتنت مهاجران مهنتی را بالا بردند. طبق اطلاع انتشار نموده پورتال migrantmedia.ru سال 2021 نرخ پرداخت پتنت به حساب میانه برای هر یک ماه از 3.1 روبل تا 9.5 روبل را در بر میگیرد. ارزش از همه کمی پول پتنت در سال 2021 در جمهوری اسیای شمالی آلانیا گفته می شود و مونوپولی از همه بلند پتنت مهاجران باشد در سال 2021 در حوزه مختار یمل و ننتس پیش بینی گردیده است. در شهر مسکو باشد نرخ پتنت برای سال 2021 5341 روبل، در ولایت مسکو 5092 روبل، در شهر سنت پترزبورگ 4000 روبل، در ولایت رستوف و ولگاگراد 4026 روبل، در ولایت استراخان 3411 روبل، در جمهوری ادیگه 4017 روبل و در قلمرو کراسنودار باشد 4774 روبل را برای هر یک ماه سال 2021 در بر خواهد گرفت. تغییریابی نرخ پتنت در دیگر منطقه های روسیه حالا معلوم نیست. شما نشر خبری را با تحولات هفته روان میشنوید. در اول همین هفته فرقت غفورов یک طبیب تاجیک از جانب رئیس ولایت مسکو اندری ورابیوف با جایزه و 1 میلیون روبل قدردانی کرده شد. فرقت غفورov حالا مدیر شعبه بیماری‌های دل و رگ بیمارخانه مرکزی ناحیه ایگوروی ولایت مسکو را بر عهده دارد. این طبیب جوان تاجیک در آزمون برای به دست آوردن جام گوبرناتور ولایت مسکو تحت عنوان ما در کنارت هستیم در بین 179 طبیبان رقابت نموده سزاوار شاه جایزه و مبلغ 1 میلیون روبل گردید. فرقت غفورov زاده تاجیکستان بوده. تحصیل علمی طب را در دانشگاه دولتی طب تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا به دست آورده. پس آن در روسیه نیز آموزش علم طب را ادامه داده است. ادامه خبرها. کارخانه پرنده پروری روسکار در جستجوی زیاده از 150 نفر کارگر می باشد. با چنین مراجعت در شبکه تلویزیونی لن تیوی 24 رهبر کارخانه مذکور رومان سمیرنوف مراجعت کرد. دیرکتور ژنرالی کارخانه مرغ پروری روسکار ادعا دارد که بنا به بسته بودن مرزها و کم بودن مهاجران مهنتی کارخانه مرغ پروری او بر ضرر کار برده ایستاده است. رومان سمیرنوف قید داشته است که بنا به نارسایی قوه کاری کارخانه زیر رهبری او عهده‌داری‌های خود را در نزد شرکت‌های درخواست کننده تخم و گوشت مرغ اجرا کردن نمی‌تواند که این بر ضرر کاری کارخانه است. رهبر کارخانه پرنده پروری روسکار علاوه داشته است که شرایط خوب کاری، معاش بلند و دیگر کمک‌های اجتماعی ساکنان محلی را برای کار در کارخانه بر عوض مهاجران
گرم نکرد. در همین برنامه تلویزیونی آلا آسترووا رئیس کمیته مهنت و شغل اهالی ولایت لنینگراد تصدیق کرده است که در اکثر کارخانه‌های حدود ولایت لنینگراد چنین احوال یعنی نارسایی جدی قوه کاری وجود دارد. آلا آسترووا افزوده است که با وجود نارسایی قوه کاری مهاجران کارخانه‌های صنعتی ولایت لنینگراد روسیه کار ادامه دادند اما در اکثر موارد بر ضرر. تا اول ماه دکمبر سال 2020 در روسیه طبق امورهای وزارت کارهای داخلی این کشور 6 میلیون مهاجر اقامت داشته است که این شماره نسبت به 11 ماه سال 2019 دو مرتبه کمتر است. در روسیه سالانه از 9 تا 11 میلیون خارجی ها زندگی میکنند. امسال شماره مهاجران تدریجاً کاهش یافته، در زمان 6.3 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد آمده است در اظهارات دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه. همچنین در این خبر گفته می شود که طبق آمارها حالا 1 میلیون نفر شهروندان خارجی در روسیه دارای اجازه‌نامه استقامت موقته RVP و اجازت استقامت VNG می باشد. این در حالی است که حکومت روسیه در اول ماه دکمبر شماره کوتا ها را برای دادن اجازت اقامت موقته RVP برای سال 2021 با شماره کمی بیش از 35,000 عدد تصدیق کرد که این رقم نسبت به سال 2019 3 مرتبه و نسبت به سال 2018 4 مرتبه کمتر می باشد. یعنی در سال 2021 کوتا ها برای دادن اجازت اقامت موقتی خود RVP به مهاجران شهروندان خارجی کمی در کم باشد. در ادامه این هفته در شهر اوبنینسک ولایت کالوگا روسیه یک منزل به کام آتش رفت که در آن مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی زندگی می‌کردند. گزارش داده بود پورتال خبری اوبنینسک نایم، اما در خبر مشخص گفته نشده است که مهاجران در این منزل زندگی می‌کردند محض از کدام کشور می‌باشند. طبق گفته‌ها ساختار در منزل رقم 6 کوچه مسکوفسکای به وقوع پیوسته خوشبختانه کسی از استقامت کنندگان آن ضرر ندیدند. ایوان دیاچینکو رهبر قسم سیومی خدمات آتش نشانی دپارتمنت حالات فوق‌العاده ولایت کالوگا هنگام صحبت با رسانه‌های محلی قید داشته است که منزلی که در آن ساختار رخ داد به یک شهروند روسیه تعلق داشته است. اطلاع می‌گردد که یک قسم بنا به مهاجران به اجاره داده شده است و ساختار نیز محض از آن اتاق سر زده است که در آنجا مهاجران زندگی می‌کردند. خوشبختانه کسی جراحت نبرداشته است و خانه نیز قریب که از آتش سوزی نجات یافت. تنها بام آن را برقرار کردن لازم می‌آید. گفته است سردار قسم سیومی خدمات آتش نشانی شهر اوبنینسک ایوان دیاچینکو. مسئولین خدمات آتش نشانی در صحبت با رسانه‌های اشاره ساختند که همین منزل در دوام 4 سال اخیر بار دوم است که مورد آتش سوزی قرار می‌گیرد. در دوره پاندمی کرونا ویروس زیاده از 90,000 نفر شهروندان تاجیکستان طریق پروازهای چارتری از کشورهای خارجی به تاجیکستان برگردانیده شدند. نوشته بود خبرگزاری اوست از قول اسلیشون اودرشویف، معاون سردار ریاست مهاجرت مهنتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان. قید کرده است که در بین هموطنانی که از دیگر کشورها در دوره پاندمی برگشتند 74,171 مرد و 16,162 زن میباشد. هر سال تقریبا 500,000 نفر کشور را برای مهاجرت مهنتی ترک میکنند. سال 2020 129,000 نفر کشور را ترک کردند. 112,927 مرد و 16,880 زن. گفته است اسلیشون اودرشویف، نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری. این مقام داری وزارت مهنت و مهاجرت کشور در صحبت خود اشاره ساخته است که روسیه همچنان کشوری از همه سرطلب جهت مهاجرت کاری برای شهروندان تاجیکستان محسوب می‌یابد. تا 90% مهاجران ما به فدراسیون روسیه میروند، باقی مانده 10% برای کار به قزاقستان و دیگر دولت‌ها میروند. علاوه داشته است اسلیشون اودرشویف. گفته شده است که حالا قریب در همه منطقه‌های تاجیکستان مرکزهای مشورتی برای بیکاران فعالیت می‌کند که تاکنون به چنین مرکزها جهت دریافت کار و یا جلب قوه کاری زیاده از 23,000 نفر شهروندان مراجعت کردند. در روزهای نزدیک وکیلان دومای دولتی پالاتای پایانی پارلمانی روسیه لایحه قانونی را به بررسی میگیرند که آن از جانب حکومت روسیه تصدیق گردیده و برای محاکمه به وکیلان پیشنهاد گردیده است. لایحه قانون راه اندازی فهرست یگانه یا خود مخزن عمومی را در روسیه در نظر دارد که در آن معلومات طبی شهروندان خارجی نگهداری می شود. در لایحه قانون آورده شده است که نتیجه های تشخیص طبی شهروندان خارجی در روسیه هنگام وارد گردیدنشان و گرفتن پتنت و دیگر
حجت‌ها که از معاینه طبی می‌گذرند در این مخزن نگهداری خواهند شد. در صورت آشکار گردیدن بیماری‌های سرایتی، ویروس نارسایی مسئولیت آدم یا خود ویچ اسپید و یا نشانه‌های نشأمنده، شهروند خارجی در حال از حدود فدراسیون روسیه اخراج کرده می‌شود. همچنین لایحه قانون پیش بینی می‌کند که مخزن معلومات‌های خود فهرست یگانه طبی شهروندان خارجی برای همه مؤسسه‌های طبی روسیه دسترس گردیده در آن نتیجه‌های تشخیص خارجیان وارد کرده می‌شود. بخش اطلاعاتی هفته را با تحولاتی در هفته روان سپری گردیده منظورتان گردانیدیم. سلامت باشید.